بسم الله الرحمن الرحیم. روز دانشجو رو به همه دانشجویان، به همه دانشگاهیان و به همه کسانی که دلشون برای این کشور، سربلندی این ملت، آزادی و پیشرفت این کشور میسوزد هم تبریک عرض میکنم، هم امیدوارم که بتوانیم نقشه راه خودمون رو به سوی سعادت و آزادی با تأمل در آنچه که بر ما گذشته است بیابیم و بپیماییم. تاریخ عبارت است از مجموعه حوادث مهم و اثرگذار. از جمله در تاریخ 100 ساله گذشته ما این حوادث کم نیستند. حوادثی که برآمده از شرایط خاص تاریخی هستند و خود نیز به نوبه خود در تاریخ مؤثرند. 16 آذر یکی از این حوادثه. هنگامه‌ای که جنگ میان آزادی و استبداد، استقلال و وابستگی به اوج خودش رسید و حکومت کودتا با کمک آمریکا دولت ملی مصدق رو که مورد امید مردم ما بود سرنگون کرد، شب سیاهی بر سرنوشت مملکت ما حاکم شد. شب سرد و سیاه و تاریک، اختناق، سرکوب و حاکمیت بلا منازع استبدادی که در اختیار استعمار و به خصوص آمریکا بود. درست در این شب سیاه و تاریک آذرخشی در آسمان سرنوشت ایران ظهور کرد و پدید آمد، درخشید، امیدها را زنده کرد و نیز اعلام کرد که استبداد و وابستگی و بیداد گرچه ممکن است هر چند گاهی بر سرنوشت انسان حاکم باشد ولی دوام نمی آورد، از بین رفتنی است. آنچه آن را از بین میبرد اراده انسانی است که متکی بر ایمان آن انسان و آگاهی همه جانبه انسان، به خصوص آگاهی تاریخی او باشد. این پیام 16 آذر بود در یکی از سیاه‌ترین شب‌های تاریخ این مملکت. و نکته دیگر این که 16 آذر نشان داد که دانشگاه پیشتازه. درست همون وقتی که امیدها از بین میره، یأس‌ها غلبه پیدا میکنه، دلها نگران میشود، دانشگاه هست که با فریاد خودش، با حضور خودش و حتی با خون خودش این دیوار بلند یأس رو و ناامیدی رو میشکنه. و شایسته دانشگاه این است که در همه حوادث پیشتاز باشه. خیلی مناسبت خوبی است که 16 آذر را روز دانشجو نام نهادند. البته حوادث بزرگ و کوچک دیگری هم در این تاریخ بودند و از جمله خود انقلاب اسلامی ایران و بعد از اون حوادثی که پیش آمده است، ولی روز 16 آذر برای دانشگاه یک حالت نمادین داره. آنچه که برای ما دانشگاهیان، دانشجویان و همه مردم ما مهم است این است که ما از این روز و از این حادثه و از این واقعه درس بگیریم. به خصوص درس بگیریم برای شناخت، تحلیل و تقویت آن چیزی که به نام جنبش دانشگاهی و دانشجویی مطرح شده است. یعنی هر کس با هر مرام و مسلکی که هست، که در دانشگاه هست، دانشجوست، استاد است، باید با توجه به اونچه که در این روز گذشته است و در تاریخ ما گذشته است جهت خودش را و رویکرد خودش رو مشخص کنه. اولین درسی که ما از این حوادث میگیریم این است که استقلال طلبی و آزادی خواهی با هم توأمند، دو روی یک سکند. نمی شود استقلال خواه بود
ولی با استبداد ساخت و نمی شود با استبداد مبارزه کرد، ولی نسبت به استعمار و سلطه بیگانه بی تفاوت بود. اینها دو روی یک سکن. اون چه که در این دهه ها رخ داده است و گاه دچار انحراف کرده است ذهن جامعه ما این بوده است که کدام یکی از اینها تقدم دارند در مبارزات ملت؟ مبارزه با استبداد یا مبارزه با استعمار؟ جنبش دانشجویی ما، 16 آذر ما و همه حوادث مهمی که در تاریخ 100 ساله ما رخ داده است این است که مبارزه موفق مبارزه توامان استبداد با استعمار است. این مسئله مهمی است. نکته دوم این که جنبش دانشجویی و جنبش موفق در کشورهای نظیر ما جنبشی است که پایبند به حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون باشه. یعنی در مقابل سلطه استعمار و سلطه استبداد آنچه را که مورد تقاضای او و طلب اوست این است که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشند و انسانها به عنوان شهروندانی که دارای تساوی حقوق هستند در عرصه سرنوشت حضور داشته باشند. سوم، توجه و اهتمام به توسعه همه جانبه به خصوص سیاسی و فرهنگی. یعنی اولا این مسئله قابل بحث هست که آیا میشه ابعاد و شؤون توسعه را از هم جدا کرد؟ ما توسعه اقتصادی داشته باشیم بی آنکه توسعه سیاسی و فرهنگی داشته باشیم یا به عکس؟ واقعیت این است که اینا همدوش و هماغوش همدیگر باید پیش برند. اما با توجه به استبداد زدگی جامعه ما توجه ویژه به توسعه فرهنگی و سیاسی در جامعه بسیار مهم است بدون اینکه توسعه اقتصادی رو از نظر دور بداریم. این خواستی است که بوده در تاریخ ما و در جنبش دانشجویی ما بوده. چهارم، اهتمام به نقد. اصلا هویت دانشگاه و دانشجویی تحلیل و نقد امور است و به خصوص نقد حکومت و حاکمیت. نقد حکومت و حاکمیت هیچ معنای او براندازی نیست، بلکه حتی میتواند تقویت کننده حاکمیت باشد، جلوی اشتباهات او را بگیره. اگر دانشگاه نقد نکند و جنبش دانشجویی نقد را از خودش دور بکنه از هویت خودش دور میفته و حتی باید دانشجو و دانشگاه شجاعت نقد خود رو داشته باشه. دفاع از آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات که لازمه داشتن یک نظام مردم سالار هست و به خصوص با توجه به روحیه‌ای که در تاریخ ما وجود داشته برای آزادی و نیز با توجه به زیانهایی که در بند کردن آزادی اندیشه و آزادی بیان و آزادی اجتماعات برای جامعه ما پدید آورده است. اینها مسئله است که دانشجوی ما جنبش دانشجویی ما باید به اون اهتمام داشته باشه و درس هایی است که باید 16 آذر و از 16 آذرها بیاموزد. در اینجا وظیفه دانشجوی مسلمان سنگین تر است. در عین حالی که باید همه این امور رو مورد توجه قرار بده دانشجوی مسلمان ما باید در صدد شناخت و بیان اسلامی باشد که با این جهاد سازگار است. اگر بخواد اسلام حاکم بشود بر جامعه ما که مورد خواست ما و مورد توجه دانشجوی مسلمان ماست، اسلامی است که با آزادی، با پیشرفت، با حاکمیت مردم بر سرنوشت باید سازگار باشد. اسلامی را باید بشناسد در مقابل اسلام‌های بدلی، اسلامی را باید بشناسد که آزادی انسان و حضور انسان جای خدا را تنگ نمی‌کنه. اسلامی که برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود حق قائل است. انسانی که به کرامت انسان معتقد است. اسلامی که پیشرفت را برای همه می‌خواهد. اسلامی که وابستگی را نمی‌خواهد. اسلامی که آزادی را می‌خواهد. این مسئله کار و وظیفه دانشجوی مسلمان ما رو سنگین‌تر میکنه.
مسئله دیگری که من در اینجا باید عرض بکنم این است که جنبش دانشجویی ما و به خصوص جنبش اسلامی دانشجویی ما باید خودش رو در درون نظام تعریف بکند، اما در درون نظام بودن به معنی ساختن و سازش کردن با هر روا و ناروایی که به نام نظام انجام میشه نیست. ما در درون نظامیم اما نقد میکنیم رفتارها را، سیاستها را و رویکردها رو و تقاضا و طلب میکنیم اصلاح در امور اینها رو. الحمدلله در مرحله اخیر یک روزنه بسیار امیدوار کننده ای باز شده به سوی ملت ما. انتخاب مردم ما، حضور آگاهانه مردم ما سبب شده است که ما شاهد تغییر رویکردها در جامعهمون باشیم. دولتی با شعارهای مشخص، با رویکرد مشخص، با اهداف مشخص مورد قبول مردم قرار گرفته و به خصوص با توجه به سختی هایی که در این سالهای گذشته بر مردم ما رفت، این امید رو در دل جامعه ما زیاد کرده است. دانشجوی ما در عین حالی که باید اظهار خوشحالی بکند از این تحول، همواره باید به دولت محترم تذکر بدهد که به شعارها و رویکردهای خودش پایبند باشه. اونایی که مردم به او رأی دادن تلاش بشود و به دولت کمک بشود برای گذر از فضای امنیتی، یعنی در واقع فضایی که برای بخش‌های قابل توجهی از جامعه ما ناامن بود در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تلاش برای گذر از این فضا به فضای سالم رقابتی سیاسی و آزاد برای همه و البته برای گذر از این و به عنوان دروازه این گذر برای همه ما آزادی زندانیان و رفع حصر و حبس از کسانی که در زندان هستند و در حبس هستند مهمه. البته من این رو تذکر بدم که همه کار دست دولت نیست. دولت هم میخواهد ولی باید کمک بشود با هماهنگی با دستگاه‌های دیگر ما این گام بزرگ رو برداریم که این گام به نفع همه ماست و واقعا برای گذر از فضای امنیتی ناسالم به فضای سیاسی سالم که همه نیروها در عرصه حضور داشته باشند، رفع حصر و حبس ها بسیار مسئله مهمی است. و باز نیز باید متوجه باشیم برای کمک به دولت، به نیروهایی که کارشکنی میکنن در دولت و عدم موفقیت او را میخوان، چه در عرصه سیاست خارجی و چه در عرصه سیاست داخلی، و به خصوص با بالا بردن توقعات مردم تا به خیال خودشون این رو القا بکنن که دولت ناکارآمد است. این نیروها باید سر جای خودشون بنشینن و همه باید تلاش بکنیم که این کارشکنی ها برای مردم مشخص باشد و دولت کمک بشود که در مقابل اینجور جریانات بتواند حرکت خودش را ادامه بدهد و نیز کمک به دولت برای اینکه برنامه‌های مرتب و خوبی داشته باشه برای بهبود زندگی مردم در همه عرصه‌ها، از جمله در عرصه معیشت. مردم ما با سختی‌های فراوانی روبرو هستند. همه ما می‌دانیم که این مشکلات ریشه‌های طولانی داره، امکانات فراوانی از کشور ما از دست رفته، زمینه‌های بسیاری به هم خورده، خراب شده و یک شبه نمیشه اینها رو درست کرد، اما در این حال انتظار همه این است که با برنامه‌های مرتب و منظم و سنجیده و علمی ما شاهد تحول در عرصه زندگی مردم و به خصوص معیشت مردم و قشرهای مختلف مردم باشیم و طبعاً در همزمان با او شاهد بازتر شدن فضای جامعه ما و نیز تبدیل کینه ها و دشمنی ها به همراهی ها، لااقل تحمل یکدیگر و اینکه همه ما در یک کشتی سواریم و این کشتی اگر موفق بشود همه ما موفقیم و در درجه اول نظام موفق خواهد بود و اگر خدای نکرده آسیب ببیند همه آسیب خواهند دید.
جنبش دانشجوی ما به خصوص در این عصر و بالاخص با توجه به جریانی مثل 16 آذر میتواند چنین درس‌هایی رو بگیرد و به خصوص دانشجویان مسلمان ما که باید دفاع بکنند از اسلامی که خواستار سربلندی و عزت و پیشرفت و آزادی جامعه ماست، در مقابل دیدگاه‌های انحرافی و دیدگاه‌های تنگی که نمیتواند به نفع اسلام باشد و نه به نفع جامعه ما. برای همتون موفقیت و سربلندی و پیروزی آرزو میکنم.